درود و تشکر برای ویدیوهایی که به آزادی آنلاین فرستادید. امروز به محل صدمه مدهش به اورنبورگ می رویم که مهاجران تاجیک آنجا جان دادند. درباره قدر و قیمت مهاجر هم می گوییم که بعضی آنها را طعنه زدند که در وطنشان کار نمی کنند. نظرهای شما درباره انتخابات، حزب‌ها و وکیلان تاجیک هم قسم دیگری برنامه است. حالا محل فلاکتی را در ولایت اورنبورگ روسیه می بینیم که روز 24 نوامبر رخ داد. در اینجا در صدمه نقلیاتی 6 نفر از جمله 2 جوان تاجیک جان دادند. این اهمیت بچه‌ها مردمی 5 یک تاش ایچسکه правда چای یک دیگهش مردمی کویبش بچه‌های خدا رحمتی طلب شو و بچه کویبشی نومش فراموش کردم خدا رحمتش کنه. قربان این ماشین هموای توبه کن خدا اینا دو تاشیده است. این مردم ضربلو میگرده بچه‌ها احتیاط کنید. پیش از دیدن ویدیوهای دیگر درباره مطلب با نام مهاجران قهرمانان صحبت میکنیم که در وبسایت رادیو آزادی نشر شد. در این مطلب با سوال مهاجر کیست کاربر با نام نوروز نوشته است: مهاجر کسی است از تمام خوشی‌های زندگی جدا. مهاجر از آغوش مادر دور و از پندهای پدر بی‌نصیب است، از فرزند و همسر جدا و گرفتار رنج و عذاب و غمدار. کاربر دیگری با نام دماگوگ ماکسیمالیست شکایت از مهاجرت را کاری نادرست می‌شمارد که گفته است: تمام مردم دنیا در مهاجرتند. مهاجرت وسیله برای رشد ملت هاست. اروپایی‌ها برای آن پیشرفته هستند که از مهاجرت نترسیده در جستجوی زمین و منبع‌های ثروت بودند. تمام خلق امریکا مهاجر است. ما باشیم غریبی گفته گریه کرده ششتیم. بحث دیگری که در صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام داغ شد درباره انتخابات و حزب‌های سیاسی در تاجیکستان است. حزب حاکم کدام است؟ حزب‌ها را می‌دانید کدام است؟ کدام چی نمی‌دونید؟ نه. کاربر با نام فیروز کریموف درباره آگاهی مردم از حزب‌های سیاسی نوشته است: مردم ما رهبران حزب‌های روسیه را می‌دانند، زیرا زندگیشان از روسیه وابستگی دارد. حزب‌های تاجیکستان به کسی لازم نیست، زیرا برای مردم عادی فایده ندارند. نورماتوف اسماعیل هم شرح کوتاهی در صفحه ما در اینستاگرام گذاشته و گفته است: همه این دروغ و صحنه‌سازی است. منصب‌ها را تقسیم کردند، برای مردم فایده نیست. در زیر همین ویدیو در وبسایت رادیو آزادی کاربر با نام مراتی نوشته است: حزب‌هایی که در پارلمان هستند فقط برای وانمود کردن دموکراسی در تاجیکستان ساخته شدند. همه می‌دانند کدام حزب در انتخابات آینده پارلمانی و پرزیدنتی غالب می‌شود. برمیگردیم به تماشای ویدیوهای شما و کار مهاجران تاجیک در نیمه شبی در سنت پترزبورگ را می‌بینیم. روزه شب رو پر کردیم. روزه کس نیست. اینا اولی. در پرکر همه پولا دیگر نمی‌دن. کسکوی سر شوندی. در پایان برنامه عکس‌هایی را می‌بینیم که از ایستراوشن فرستادند. اینجا به گفته مؤلف عکس روستای خیشکت ایستراوشن است. منظره زیبا را روز 26 نوامبر عکس گرفتند و از طریق تلگرام به ما فرستادند. شما هم مثل این دوستی عزیز عکس، ویدیو یا خبری دارید، پس چه از طریق تلگرام، واتساپ، وایبر و یا ایمو به ما بفرستید و همین رقمی که می‌بینید. تا دیدار در برنامه دیگر.